با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان کرده شده است. ساکنان ناحیه اشت با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عزم دارند جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده استقبال نمایند. جماعت دهات پانغاز ناحیه اشت قریب 32000 نفر اهالی داشته دهه‌های پانغاز، خیشخانه، بابادرخان و سرا را در بر میگیرد. شغل اساسی مردم آن کشاورزی، باغداری و چرواداری و صاحبکاری میباشد. در پانغاز قریب 1000 خواجگی دهقانی به قید گرفته شده. اعضای آنها جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و آباد و خرم گشتن دیار بالاروی سطح و صفت زندگی مردم سهم مؤثر میگذارند. ساکنان دهه با دستگیری صاحبکاران محلی از زمین‌های موضع کوهی ثمرناک استفاده کرده قطعه‌های نوی زمین را از خود و باغ‌های اینتنسیوی بنیاد می‌سازند. از لحاظ بنیاد نقطه‌های خدمت‌رسانی، بنگاه‌های طبی، مرکزهای سودا و مؤسسه‌های تعلیمی و ورزشی، همچنین تعمیر راه‌های ماشینگرد و برآوردن خط آب نوشاکی، دهات پانغاز یکی از پیشقدم‌ترین جماعت‌ها در ولایت سوخت میباشد. همین آبادکاری و سازندگی‌های ساکنان به آر و ناموس این روستاست که پانغاز دو مرتبه بهترین جماعت دهات در ولایت اعتراف شده در چهاربینی‌های سطح جمهوری نیز مقام‌های سزاوار را نائل می‌گردد. با تشبث ساکنان از جمله جوانان دهه 16 صنفخانه علاوگی برای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ساخته شده ایستاده است که بعد بنیاد این انشاءات برای بیش از 250 نفر خواننده شرایط مساعد تعلیم و تربیت فراهم می‌آید. برای ساختمان مؤسسه ما جوانان محله، مردم شرفمند محله شاخک حصه گذاشته ایستادند. مکتب از 16 صنفخانه، 4 اتاق کاری، مجلسگاه و تالار ورزشی عبارت است. همچنین با تشبث ختم کردگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 محله ملایان دهه، مجلسگاه این مؤسسه از تعمیر کلی برآورده شد که من بعد در اینجا چهاربینی‌های فرهنگی و محفل‌ها گذرانیده می‌شوند. ختم کنندگان همین مؤسسه رقم 11 به نام نورالله وحیداللهیف همین تالار تعمیر طلب را تعمیر کردند. جوانان جماعت پانغاز ما حرکت کرده ایستادند که در کارهای آبادانی سازندگی سهمگزار باشند و همیشه میکوشند که برای وطن تا قدرتشون است خدمت کنند. ساکنان محله پشته در مرکز محله یک تالار ورزشی، چایخانه، تالار تنیس و مغازه بنیاد نموده ایستادند که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کارهای ساختمانی این انشاءات به انجام میرسند. با تشبث و اقدام پیگیرانه اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز در تمام قلمرو جمهوری عزیزمان آبادکاری و سازندگی ها به پیشرفت ایستاده است. از جمله ما ساکنان جماعت دهات پانغاز محله پشته یک اقدام پیگیرانه و تشبثکارانه نشان داده ایستادیم. امروز ساکنان محله پشته دارای مرکزی جوانان، خانه موسفیدان، تالار ورزش و همچنین مغازه نو زمانوی شده ایستادند. در دهه بابادرخان نیز بنیاد بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و یک تالار ورزشی زمانوی ادامه دارد. بعد بنیاد این مؤسسه تعلیمی و تالار ورزشی برای خوانندگان شرایط مساعد تعلیم و به کل دوستداران ورزش امکانیت مساعد برگزاری مشق و تمرین و مسابقه‌های ورزشی مهیا می‌گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوص دقت داده ایستادن به ساحه ورزش با مقصد دوستی، رفاقت و صحتی عامه. ساکنان دهه بابادرخان نیز اقدام گرفتند که تالارهای ورزشی را بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد نمایند. در این محله دشت دهه بابادرخان یک تالار ورزشی بنیاد یافته ایستاده است که امکانیت فراهم می‌آورد ساکنان وقت خود را بیهوده صرف نکنند و به ورزش مشغول باشند. ساکنان جماعت دهات پانغاز با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اشت، صاحبکاران و سخاوتمندان در مجموع در تعمیر مکتب و بیمارخانه، راه‌های بین محل‌ها، بنیاد باغ‌های نو، ساختمان انشاءات‌های ورزشی، مرکزهای سالمی و فراغتی سهم ارزنده گذاشته برای سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری می‌اندیشند.